کرد زنگ زده پرسیده گفته خاله حقیقت گفتم تو امروز در جای است که بابا جان 88 من تهمت مینه ای خدا گفت یه دفعه از روز قیامت و من تو میگ شاهدی ته که همه خاله تک میبرن نابود مینه بچهای جون شیرین شاهدی ته بچهای جون شیرین بگه در دنیا من طلب مینم که شما من دیده و مثال که آشکارم نکه شاهدی نته بچهای جون شاهدی ته به خاطر خدا شاهدی ته که من محکم نه چی من محکم کردم کارتم محکم کردن خود من ممکن ویدیوم نبرایم محکمم کنم بچهای جون شیرین در شما بمبرن من چی طلب کنم گفتم بچهای غریب پلم پرتو من دلم برای شما میسته که دستکات و در غریبی کلتبور نشن به مادر پل که امروز مرا اجازت نمیتم کارتایم نمحکم کرد خدا برکت وبتیه و دستوزوی منشه شایدی بتیه که همین مادر رست نکن مادری توجیک بابا جا من دیر نگو جنوره گفت مادر داره فرزند داره زن داره همه چیز داره مادری توجیک است من دیوانه گفت های خدا هدایتش کنه بچه جونی شدین من پروردگار دارم خدا وانتور همه چیز و رزقی شاید که پروردگار من در این دنیا این مردک پستر خدا در اون دنیا پروردگار من شرمساری پروردگارم نکنه این دنیا گذرای برای دو روز عمرم یا مخلوقی که یک چی برمده است مرا مثال که تهمت کرد خدا هدایتش کنه در اون دنیا جواب میده در اون دنیا من طلب مینم که همه بچه در اون دنیا من خدا در اون دنیا شرمساری پروردگارم نکنه خدا هدایتش کنه و یا زن توجیه که ایتانه کنه که ای خدا غضب پروردگار دست بچه های جون پل نپرتوه التماس میکنه پل نپرتوه که پل دامن نمیویه فایده چون که میشه خدا نگهدار دو باشه دعا مینم به حق کنم. دوستان عزیز السلام علیکم. خنده میگیره هم مسئله مادر بسیار روی کرده است. چی بگم دهه رمضان است من قطعی مادر صحبت 40 مینوته دارم پروستو زن است مادر است دوکای سفید داره ما رو دیگه ملت رو تماشا این اودیتوری من اوزی الحمدلله مقصد کلونی خودپرستی نشوه بگیم ایران و افغان و بعضی آذربایجانی که میفهمن تاجیک و برادرای پاکستانی هستن میشناسن ای هندوستان محمود برادر یا میشناسن مو یعنی که میفهمه عیبه این زن نمیشه انشالله میبرن ویدیوش نو دهه رمضان نمیدونم چی بگم عیبه دمو آدم وای چیکو کرده سودی خسته منتج داری هر جا خود بره پیش مکه فیدا صحبت کرد الله هدایت میکنه حسبنا الله و نعم الوکیل. مادر جان تا ماه می ایول در 9 کیلومتر زندگی کردی؟ سومی سویتی اون مردک چون ندادی؟ ندادم نه زود نتونستم شرایط اونجا گرفتی به راه شدی توغری؟ نداشتم حقیقت ایو یعنی که دیگه ما از همه چیز خبر داریم مادری عزیز شما مادر هستی سرتون سفید است شما نامی مادرای تاجیک پس میزنه این جای مشکلی مادر یگان کس همین مادر نه این مادر خودش بیچاره شاید در حقیقتا عقلش کم است شاید در حقیقتا عقل داره اما مجبور است یا که در حقیقتا سوء استفادهش کرده سودیان همون شخصایی که ویدیوش برآورده هستن ببینید چقدر مونتاژ خوب کرده سودیانش همون آدما را قبیلن در کن ان شاء الله در دست میخرن نکنی عیب است پروستو من نمیخوام همین مادر دهه رمضان های برادر من مجبور نکنی ویدیو را روی میکنی در تیک توک پنج شده بوجون در روسیه کیا پستاید میکنند پروستو این مادر بعضی چیزایی که نمیپورم برای باز تکرار میکنم ما را دیگه ملت ها گوش دارن شیر و اینار الله همه ما را هدایت کنه. السلام علیکم. من درست فهمی برادرو من دیگه کار دیگه ندارم به مادر شپوشا بنم من بر امو گروهی که همین مادر برآورده سعودیان ای غرمه ای ایجا گفته اوجا با امای او زمان قهر کرده با همه را شپوشا دارم مادر نه ان شاء الله بود دست میخرن صبر کنی. تو کجا دانی از این خار کی در پای من است یا چی دانی از این درد کی در جان من است